و چیزی که زیاد جالب است فرزندکاش درس میخوانه ماشاءالله. چقدر ما خوش میشم که بچه‌ها و دخترکا درس میخوانه. نام چی؟ زینب. زینب جان. صف چند است؟ اگر کسی برتان روغن آرد و بخاری خرچ زمستان تانه بیاره بگذاره خوشحال میشیم. چی میگی دایی وقت دایی دستنگی دایی فریشانی دیگه چی بگویم دیگه. پس این خوشحالی الله متعال به شما داده. در بیرون ما مواد آوردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، مواد را که نگاه میکنین به داخل حولی یک خانواده آوردیم که در ایران بخاطر کارهای شاقه رفته بود، متاسفانه از یک ارتفاع بسیار بالا افتاده در جای است. مواد آوردیم روغن آرد و مواد شوینده باب بخاری و همچنان چیزی که نیاز است میتونه خانواده را چند مدت شب مشکلاتشان حل کنه. اینجا گذاشتیم، خودش خبر نداره داخل است. میریم امرشان مختصر صحبت میکنیم و این خوشخبری مواد هم برش میتیم انشاءالله. خوب هستی برادر محترم؟ خوب هستین؟ سلامت باشید. او دوای خودت است؟ این دوای خودم است ولی زیاد نیست، خیلی دواست. والا چی کنم دیگه، خب تکلیف دارم بخاطر افتادین؟ ما از طبقه آقا سیوم همی کار میکردم، از اوجا خطا خوردم افتیدیم، همی کمرم شکسته. خدا انشاءالله بر شما شفای عاجل کامل بده. در ارتباط با وضعیت اقتصادی سخت میگذرونید؟ بسیار سخت است، ما هیچی نداریم به خدای بخاری نداریم، آرد ما تمام شده. اینی روغن بوتلک دارمونه. امروز سیاست را دمی کشمش پاکی میره کار میکنه، ما 3000 میتن گفت ولی اوجم تلخا ندادن به ما، ماش ندادن، روغن ما تمام از آرد ما. گفتم بیا خدا کلان از یک جای یک روشنایی میشه. این حال دیگه حیران ماندیم که چی کنیم به خدا. و چیزی که زیاد جالب است فرزندکاش درس میخوانه ماشاءالله. چقدر ما خوش میشم که بچه‌ها و دخترکا درس میخوانه. نام چی؟ زینب. زینب جان. صف چند هستی؟ سنفی اول. خودت صف چند هستی؟ ما سنفی 4. خودت؟ سیم. سیوم. آفرین ماشاءالله. برای بچه‌های بشاش قندول. خب چی نشته کردی؟ چی نشته کردی؟ این نام پدر نشته کنیم این سه تا بیادر کن. امراخان پرویز نجات افشین. امراخان پرویز نجات افشین. برادر عزیز، آل خانم شما به کار رفته؟ بله بله از رفته سر کار. و شما هم گفتین هیچ چیز نداریم به خاطر زمستان. اگر کسی برتان روغن آرد و بخاری خرچ زمستان تانه بیاره بگذاره خوشحال میشه؟ دیگه خوشحال. اول از خدا دوم از او کس که به ما کمک کنه بسیار خوش میشیم. چی میگی دایی وقت دایی دستنگی دایی فریشانی دیگه چی بگویم دیگه. پس این خوشحالی الله متعال به شما داده. در بیرون ما مواد آوردیم، شما از استفاده کنین انشالله. یعنی تشکر، خدا شما راضی باشه از شما، از همکارانتان. ما شما راضی هستیم که شما دایی وقت به ما کمک کردی. خیر بینین، زنده باشین. دوستان عزیز، این کار مشاهده میکنین با $90 میتونین که زمستان خوبه با هموطنان عزیز ما برمغان بیارین. داخل لینک ها میتونین شوین و یکی از طریق شماره که مشاهده میکنین با تماس شین بخاطر معلومات زیاد. و السلام علیکم و رحمت الله.